عرض کنم خدمتتون که توی این سالهای اخیر رژیم یک سری شعارهای به قول خودش راهبردی بزرگ داد دیگه. نمیدونم کاخ سفیدو میکنیم حسینیه، نمیدونم نانو، مدیریت از بالا، ماهواره نور، خیلی همینجوری که نگاه میکنی هر کدوم برای خودش یه داستانی. میخوام ببینیم اینا به کجا کشید، در چه نقطه‌ای. بابک در چه نقطه‌ای؟ راستش اول تو منو گفتی بیا بریم، نمی‌دونستم میخوام بیام استودیو. الان که دیگه راه عقب نشینی نداریم، دیگه ادامه بدیم. اوکی عقب نشینی یاد این افتادم که یه سری از همین حرفا یه چیزایی گفتن که بعد عقب نشستن ازش براشون سخت داره. بله کلا اصلا اینجایی که میگن عقب نشستن براشون سخت هست کلا. بله. البته من فقط اول بگم اون لیست خیلی بیشتر از اینه دیگه. بله. فرستادن میمون به فضا، موشک از زیر زمین یه چاله‌های کنده بودن، موشک برده بودن. اون میمونم گفتم مقدمه است دیگه، میره برمیگرده، اگه سالم بود بعد دیگه مقامات نظام میمون رفت منتها چون فضای اونجا بهتر از ایران تحت حاکمیت آخوندی بود دیگه برنمیگرد. گفت من اینجا میمونم، برنمیگردم. درسته هوا نداره، جاذبه نیست، غذا نیست، ولی بهتر از اون پایینه. برای همین دیگه نمیفرستن، بدون سرنشین قراره بفرستن، چون میمون دیگه همونجا مون تو جا. اما این مسائلی که گفتید رژیم تازه مشکلاتی داره. اگه اون مشکلات نداشت این لیست خیلی طولانی تر میشد، کیلومترها ادامه داشت. یکی از مشکلاتش همین مشکلاتی که نفوذ و شکاف و حفره امنیتی و دره امنیتی. کلمه الان خیلی زیاد شده نه؟ بله همشون هم میگن. آره اینقدر هم زیاد شده که حفرهش اینقدره که از توش نفر کمالبندی از توش میفته پایین. بله این حفرهاش ببینید اصلا اگه این حفره ها نبود که الان گفتم این لیست ادامه پیدا میکرد. و همونطور میگفته همشون این حرفو میزنن. حالا من رو به کی هم دارن میزنن، این حفره کجا هست، کی باید پیدا کنه. مثلا همین داستان فخری زاده یکی از نمونه‌های همین حفره ها بود. حالا تو حفره بزرگتر از حفره بود که با اونا قاطی نکنیم، چون در این زمینه که دیگه میگن زدیم و رفتیم و گرفتیم و تا جیک و پیکشو در آوردیم و هر کسی که از ذهنش گذشته بود که تو این طرح شرکت بکنه همه رو ردشون پیدا کردیم. ببین اگر خود فخری زاده اون عمل انجام میشد، این رژیمیا صحبت نمیکردن، ضررش برای رژیم کمتر از اون حرفایی بود که بعد از کشته شدن فخری زاده گفتن. ببین اگه میگفتن آقا فخری زاده انجام شد، ضربه رو خوردیم، خیلی ضررش کمتر از این حرفایی بود که بعد. حالا من بگم همین فخری زاده نمونه، چون یه به قول خودشون میگن یک حفره امنیتی بوده. اول که فخری زاده خورد گفتن که 50 نفر اومدن اینو زدن. بعدن 50 نفر میشه نصف یک گروهان نظامی، یعنی وسط روز روشن بغل تهران 50 نفر آدم تا دم. بعدن خیلی افتضاح، چون میدونید که موضوعگیری هم همه میکنن. یه امام جمعه ترق‌آباد میکنه، مفقودین یافت‌آباد موضوعگیری میکنه. تو رژیم مسئول مشخصی نداره موضوعگیری. بعد گفتن نه 12 نفر. بعدن 12 نفرم در حد یه دسته پیاده میشه. دیدن اینم خیلی ناجور، گفتن خب نه 4 نفر. 4 نفر آدم مسلم تو روز. بعد گفتن دیگه 1 نفر بوده. بعد گفتن خب ببین اصلا فخری زاده بکنه، خب 1 نفره میگرفتید. دیگه خب خیلی ناجوره دیگه این اقتدار. دیدید که رژیم میگه نفراتی که تو ذهنشون زده که بیان با سرویس‌های جاسوسی همکاری کنن بر علیه ما میگیریمشون. تو آسمون برشون بریم ایران. حالا این نفر ملاقاتشون هم تو خارج ضبط میکنن. بله مثلا طرف چایی هم قبل از ملاقات چایی بخوره، اون عکس چایی رو انداختن. خب دیدن یه نفرم گفتن که نه توی صحنه نفر نداشتن، تو کشور همسایه نفر داشتن. گفتن خب یخه کشور همسایه رو بگیرید، شما مگه مقتدر نیستید؟ گفتن نه کشور همسایه هم نبوده، یک پهبادی بوده از بالا کنترل میکرده. گفتن خب شما که این همه موشک دارید، خب پهباده رو میزدید. آخر سر در نیومد. یکی اومد گفت فخری زاده رو توی ماشین زدن. گفتن یکی گفت نه در حال فرار زدن. یکی گفت اصلا اومدن بالا سرش. آخر سر گفتن یک کریمی نامیه در رفته، یه دونه کریمی هم توی نتنز در رفت، چون این خانواده کریمی نیست که اصلا مسئول حفره است، میذارن در میرن. و این داستان ادامه داره. منتها حالا رژیم چطوری اینها رو رفع و رجوع میکنه؟ همین سوال بعدیم این بود، چون موضوعات یه جوریه که هر کدومش برای خودش به قول شما مثلا این بالاخره بعد یکی بیاد جواب بده که این حسینی کردن کاخ سفید چی شد بالاخره. بعد اون ماهواره که فرستادین هوا و تو مدار قرار نگرفت، اون بعدیش بالاخره چی شد، قرار گرفت یا نه، یا همین نمیدونه. ببینید چجوری بخواد رفع و رجوع بکنه. ببینید این رژیم یه مسئولینی داره. البته کلمه مسئول که نمیشه بهشون گفت، هم کارگزار بهتره، چون مسئول بالاخره پاسخگوی چیزی هست. اینا هیچ مشکلی ندارن توی حرفی که الان بزنن عکسشو بزنن. مثلا این نمکی وزیر بهداشت هست، این صبح گفتش که من مرده‌شورم، اصلا کرونا از دست ما در رفته. عصر گفت میخوایم بریم کمک هند مسئله کرونا رو اونجا مهار کنیم. طوری که داد همه در اومد. آخه تو صبح مرده‌شور بودی، بعد از ظهر شدی امدادگر کرونا. حالا سر اینا یه آدمی به نام سلامی که
خودشون بهش میگن سردار سلامی. حالا ببین سپاه چه وضعیتی داره که نفر ویترینیش، نفری که میتونن عرضه کنن سلامیه. سلامی هم مشکلی داره، برن فوبیای دوربین، هر جا دوربین باشه صحبت میکنه. کاری هم داره موضوع صحبت چیه، مخاطبینش هم میدونن تا میگن سلامیه کاری ندارن چی میگه، اصلا گوش نمیکنن. حسین دوربینی واقعی بس اینه. حسین سلامی. سلامی هم میاد، سلامی برای اینکه صحبت کنه یک دوربین میخواد، حتی شاید یک استودیو هم نمیخواد، فقط دوربین. حتی این دوربینای ترافیک هم بعضن حواسشو پرت میکنه، بعد میگن این دوربین برای کنترل راهنمایی رانندگی. یه موقع یعنی شروع به صحبت کردن تا میبینه، شروع میکنه صحبت کردن، میزنیم میکشیم، میگیری میفرستی، موشکامون الان نقطه زنه و محو میکنه. همین حرفا هست دیگه. چند تا کشور میخوان الان محو کنن، چند تا موشک ساختن که دور زمین اصلا بردش نه تنها مثلا بهش میگن موشک‌های دوربرد، چند دورم دور زمین میزنه، بعد میره تو هم هدفو میزنه. این چند دورم اضافه دور زمین میزنه. این داستان سلامیه که شما ماشنایید. اگه من بخوام فقط اظهار نظرهای سلامی رو بیام برای شما هفته بگم، خودش یه برنامه طنز، البته اون فکر نمیکنه طنزه، اون فکر میکنه خیلی جدی و به قول خودش راهبردی داره صحبت میکنه. این همونه در بحبوحه‌ای که کرونا داشت در ایران کشتار میکرد، میگفت ما موفق شدیم کرونا رو بدون واکسن مهار کنیم. شاهکارش هم که میدونون در قابل ما مستعانه دیگه. هر شخصیت دیگه ای تو دنیا بود با هر میزان احترامی که برای خودش میداد، بعد از اون در قابلمه مدت‌ها خودش رو مخفی میکرد. این الان منتظر دومیشه بره رو نمایی کنه.